اگه زیر 18 سال سنته و دنبال کار کردن و پول درآوردن هستی، این ویدیو دقیقاً برای تو ساخته شده. امروز میخوام کلی ایده خفن و کلی ایده پولساز برای نوجوانها بهتون معرفی بکنم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون. من سپر رؤوفی ام و کار من تولید محتوا راجع به مشاغل هستش. اگر این جور سبک محتوا رو دوست دارید، ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشید. بچه‌ها اینستاگرام منو فالو بکنید، یک سری محتوا مخصوص اینستا اونجا میذارم. بریم سراغ ویدیو. داشتن کار توی سن نوجوانی یعنی پایه‌ریزی شغلی آینده شما. البته این نکته رو بگم که قرار نیست کاریو که در حال حاضر دارید انجام میدید توی آینده هم همون کار رو انجام بدید. مطمئنا مسیر شغلی شما توی زمانی که قراره سپری بشه کلی تغییر میکنه. یکی دیگه از مزیت‌های داشتن شغل توی نوجوانی اینه که شاید کمک خرج خیلی خوبی باشه براتون، اگر حالا درآمدتون زیاد هم نباشه، که میتونید باهاش هزینه‌های کلاس هاتون رو بدید، هزینه لوازم جانبی، موبایل بخرید، لباس بخرید و کلی از این جور کارها که خیلی هم توی سن شما لذت بخش این موضوع. جدا از این ماجراها برای شما کلی مهارت داره و باعث این میشه که تو آینده کاریتون که بخواید وارد بازار کار بزرگ بشید خیلی کارتون راحت تر باشه و کلی مهارت به دست آورده باشید. چه کارهایی برای نوجوان ها مناسب هستش؟ مورد اول، کاری که زمانتون رو کاملا نگیره، یعنی جوری نباشه که تایمتون رو کامل بخواد بگیره. چون نوجوان کیه؟ کسی که داره تحصیل میکنه، کسی که میخواد بره گردش بکنه، میخواد تفریح بکنه، میخواد درس بخونه، پس تایمش زیاد نیستش. مورد بعد، سرمایه اولیه اصلا نخواد یا اگرم بخواد خیلی کم بخوادش. چون نوجوان کیه؟ کسی که پول توی جیبش نداره در حال حاضر و استقلال مالی هم نداره. اولین مورد شغل برنامه‌نویسی هستش. در این شغل هیچ محدودیت خاصی وجود نداره و آموزشاش هم توی همین یوتیوبی که دارید ویدیو منو نگاه میکنید فت و فراوونه و کلی میتونید از طریق اینترنت برنامه نویسی رو یاد بگیرید. برنامه نویسی زبانهای مختلفی داره و شما باید تحقیق بکنید که ببینید چه زبانی درخواست زیادی رو داره و چقدر تقاضا داره، یا میتونید عضو سایت‌های فریلنسری بشید و اینجوری حتی میتونید به درآمدهای دلاری هم فکر بکنید و کلی درآمد خوب داشته باشید از این طریق. مورد بعد ساخت انیمیشن هستش. انجام کارهای انیمیشنی به خصوص اگر با واقعیت ترکیب بشه بسیار جذاب هستش. خیلی از شرکت‌ها برای تبلیغاتشون، برای مدل سازی محصولاتشون به انیمیشن سازها نیاز دارن و شما با نرم افزارهایی مثل افتر افکت و فتوشاپ سر و کار دارید و باید اینا رو خیلی خوب یاد بگیرید و خوبیش هم اینه که آموزش‌های انیمیشن سازی حالا توی همین یوتیوب و تو پلتفرم‌های مختلف بسیار زیاد هستش. یه نکته رو من توی پرانتز بهتون بگم، یه پیشنهاد میخوام بهتون بدم، اونم اینه که شما برای شروع کارتون رو با همین اینترنت شروع بکنید. آموزش دیدنتون رو توی هر بخشی که الان میریم جلوتر بهتون پیشنهاد میدم. یعنی مثلا میخوای انیمیشن سازی بکنی، اوکی، برو آموزشاشو توی یوتیوب ببین، برو کلی یاد بگیر خودت. وقتی به یه سطحی رسیدی که دیدید واقعا نیاز داری که الان کلاس بری، تو نیاز داری بری یه مدرک حرفه‌ای الان بگیری، اون موقع اقدام بکنید برای کلاس رفتن. من اصلا با کلاس رفتن و دوره دیدن هیچ مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی خوبه، ولی زمانی خوبه که بهت خودتون یه اطلاعات کافی رو داشته باشید و خودتون سر در بیارید. وقتی کلی آموزش‌های خوب و راحت و کاربردی تو اینترنت هست، شما چرا برید هزینه بکنید چیزهای پایه رو مثلا پول بدید یاد بگیرید؟ خب رایگانش هست، چه کاری؟ مورد بعد کارهای گرافیکی هستش. با توجه به اینکه بیشتر کسب و کارها دارن تو اینترنت فعالیتشون رو انجام میدن و گسترش دادن فعالیتشون رو، به کلی آدم با خلاقیت زیاد نیاز دارن. شما میتونید فقط با دونستن فتوشاپ کارهای گرافیکی رو انجام بدید. از طراحی کاورهای مختلف بگیر، مثلا کاور یوتیوب، کاور اینستاگرام، تا بنرهای مختلف و حتی کارت ویزیت و تراکت و از این جور قبیل کارها. مورد بعد که خیلی بین نوجوانها جذاب هستش، افتتاح یک کانال یوتیوب هستش. این مورد اولا این نکته رو بهتون بگم که میتونه بسیار گزینه خوبی باشه و برعکسش هم هست، میتونه خیلی گزینه جذاب و خوبی نباشه براتون. اینو از ذهنتون بیرون بکنید که قراره 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 2 ماه دیگه به درآمد برسید. نه، یوتیوب یک پلتفرمیه که شما باید یه کاری رو روتین انجام بدید، یه فعالیت مدامی رو بدون هیچ درآمدی انجام بدید. یعنی تو حساب کن باید یه تایمی بذاری، مثلا میگم
باید 10 ماه فعالیت مدام داشته باشی، کلی ویدیو بسازی، وقت بذاری بدون هیچ درآمدی و این وسط هیچ استاپی هم نباید بکنی، یعنی هیچ توقفی نداری شما. پس این نکته رو در نظر بگیر. اگر میخوای وارد یوتیوب بشی باید کلی پشت کار داشته باشی و هیچ جوره کم نیاری بابت تولید محتوایی که میکنی. مورد بعد کسب درآمد از اینستاگرام. این نکته رو بهتون بگم، خیلی فکر میکنن فقط میشه از یوتیوب درآمدزایی کرد، یعنی انقدر این بد جا افتاده میگیم خب میریم تو یوتیوب فعالیتمون رو میکنیم و وقت میذاریم یوتیوب بهمون پول میده. ولی بچه‌ها تو اینستاگرام دارن خیلی بیشتر از یوتیوب پول در میارن، از طریق تبلیغاتی که به نمایش میذارن، از طریق فعالیتی که دارن تو اینستاگرام میکنن. واقعا بعضیا درآمدشون از حتی یوتیوبرهای معروف هم بیشتره. پس اگه فقط نیت درآمدزایی زیاده و به تولید محتوا هم علاقه داری، به اینستاگرام میتونی نگاه جدی‌تری داشته باشی. حالا توی هر حوزه‌ای که علاقه داری میتونی فعالیتت رو شروع بکنی و در آینده کارت شروع بکنی به دوره گذاشتن، شروع کنی به پکیج فروختن که خیلی زیاد داریم این روزها میبینیم، شروع بکنی به تبلیغات در اینستاگرام، به مشاوره گذاشتن در اینستاگرام. دیگه با توجه به حوزه‌ای که می‌خوای توش فعالیت بکنی، مثلا اگه می‌خوای فود بلاگر خیلی معروفی بشی، خب بیا یه سری آموزش‌های آشپزی خاص رو بذاری و پکیجش بکن بفروشش، یا برو یک سری از رستوران‌ها رو تبلیغ بکن. گزینه بعد شغل تایپ هستش. یکی از ساده‌ترین کارهایی که بدون داشتن هیچ علم خاصی میتونید اون کار رو انجام بدید تایپ هستش. فقط و فقط باید تایپ 10 انگشتی رو بلد باشید. دیگه من خیلی راجع به تایپ توضیحی نمیدم. چرا؟ چون یه ویدیو راجع به تایپ من ساختم، البته 2 تا ساختم، هم راجع به تایپ درآمدش توی ایران صحبت کردم، هم درآمد دلاری. این لینکی که دارید این بالا میبینید راجع به درآمد تایپ توی ایران یه ویدیو ساختم. اگر دوست داشتید برید اون ویدیو رو نگاه بکنید. گزینه بعد آموزش کار با کامپیوتر هستش. خیلی از بزرگسالان، اونایی که پا به سن گذاشتن، هنوز کار کردن با کامپیوتر رو بلد نیستن. یعنی طرف نیاز داره با ورد کار بکنه، نیاز داره با اکسل کار بکنه. شما میتونید افراد مختلفی که نیاز دارن به این آموزش ها شروع بکنید به آموزش دادن و از طریق تبلیغات مختلف، به عنوان مثال برید تراکت پخش بکنید، یا مثلا برید تو اینستاگرام تبلیغات انجام بدید، یا توی دیوار آگهی بذارید. اینجوری چند تا مشتری برای خودتون بگیرید و مثلا بذارید آموزش جامع نرم افزارهای آفیس، یا مثلا آموزش جامع طراحی فلان، مثلا کار با فتوشاپ. یه سری چیزهای ریز یا اینجوری برای خودتون داشته باشید، یه پکیجی آماده بکنید و کلی میتونید اینجوری درآمدزایی داشته باشید. مورد بعد تدریس هستش. طبیعتاً درآمدیو که یک فردی که سنش زیاده، مثلا طرف 40 سالشه داره تدریس میده، این کارشه، یعنی یه معلم خیلی حرفه‌ای هستش، شما اونجوری نمیتونید برای خودتون درآمدزایی داشته باشید. به نظر من یه مقدار باید حالا اون هزینه‌ای که بابت تدریستون میگیرید بیارید پایین، چون سنتون کمه، 17 سالته، 18 سالته، 16 سالته و توی هر حوزه‌ای خوب بلدی. مثلا زبان انگلیسیت خوبه، ریاضیت خوبه، میتونی به بچه‌ای که به نظر منم با بچه‌ای که 1-2 سال از خودتون کوچیک‌تر باشن کار بکنید، خیلی بهتر هستش. شروع بکنید به اونا تدریس کردن و از این طریق درآمد داشته باشید. کارهای هنری هم بچه‌ها میتونید انجام بدید دیگه، یعنی هنرهای دستی مختلف، چرمدوزی، عروسک سازی، سفالگری، خلاصه هر کار تولیدی رو میتونید انجام بدید. فقط کافیه بتونید نیاز بازار رو به درستی پیدا بکنید و شروع بکنید به فعالیت کردن توی فضاهای مجازی مختلف، از این اینستاگرام تا حتی یک سایتی رو برای خودتون داشته باشید. سوال بعدی آقا چجوری کار پیدا بکنیم؟ این سوال شاید ساده ترین سوال باشه بچه‌ها. ما کلی سایت داریم، از سایت دیوار بگیر تا سایت های تخصصی کاریابی، و این سایت ها رو هم بذاریم کنار. اطرافیانمون، باور کنید شمایی که سنتون هم کم هستش، خیلی از اطرافیانتون، از پدر، مادر، برادر یا حتی دوستا و خانواده‌های دورتر، حالا اونایی که نسبتشون بهتون دورتره، خیلی میتونن بهتون کمک بکنن. اول از اونا بخواید، اگر نتیجه نگرفت اون موقع بیاید بگردید تو سایت‌های مختلف که خوشبختانه من یک ویدیو راجع به پیدا کردن کار ساختم، پیدا کردن شغل مناسب که لینکش میاد این بالا، میتونید تشریف ببرید اونجا. چندین سایت رو بهتون پیشنهاد دادم که بتونید از طریق اون سایت ها کار پیدا بکنید. بخوام یک جمع‌بندی کلی بکنم در این ویدیو، میخوام اینو بهتون بگم که درآمد داشتن تو سن نوجوانی بسیار شیرین هستش. چیزی بودش که من خودم تجربهش کردم و واقعا یه حسیه که خیلی تجربهش نکردن. پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید. حالا فصلی که دارید این ویدیو رو میبینید فصل مدرسه ها هستش و خیلی دیگه تایم ندارید. بهترین فصل برای اینجور کارها فصل تابستونه، اما الانش هم اگر جوری بتونید حرکت انجام بدید، یه فعالیتی داشته باشید که به درس خوندنتون آسیب وارد نکنه، چرا اون کارو نکنید؟ خب چرا درآمد نداشته باشید؟ چرا دست تو جیب خودت نباشه؟ وقتی از الان بتونی همچین کار خوبی رو انجام بدی، وقتی از الان بتونی
کار به این بزرگی رو انجام بدی، قطعاً برای آیندت هم خیلی مفیده این موضوع. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. دمتون گرم بچه‌ها. راجع به هر کسب درآمدی، راجع به هر شغلی، هر موضوعی راجع به پول درآوردن سوال داشتید یا یک ایده ای داشتید که مثلا راجع به این موضوع ویدیو بساز، برام کامنت بذارید. حتما این کار رو انجام میدم. برای حمایت کردن از من لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشید. عاشق شغلت باش، از زندگیت لذت ببر.